امام مسلم و اصحاب سنن اربعه از حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنند. حضرت عمر فرمود: بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. حضرت عمر میگوید هنگامی که ما بار در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم پروانه‌وار نشسته بودیم، حضرت احاطه کرده بودیم در مسجد، ناخست یک مرد داخل مسجد شد. یک مردی که لباسهاش به نهایت سفید تازه و آزاده بود، موی سرش به نهایت سیاه و تازه و آزاده بود، نه گویا موی سرش شسته است. لا یرا علیه اثر و سفر، در بدنش در وجاهتش نشانه سفر دیده نمیشد. تصور کنید که وقتی که شخص از سفر می آید، سفر میکند، عادتا در خاک چنگوم است، لباساش البته که گردآلود هستند. حتی در شرایط امروزه ما که الحمدلله ماشین ها زیاد هستند، در داخل ماشین میروی از چنگ خاک دور هستی، آدم اونقدر عرق میکند که بوی عرق از بدنش میبراید. اگر بالفرض از سفر اومد، لباساش از عرق تر میشوند، بدنش بوی عرق میگیرد. اما میگوید در این مرد یگان نشانه و آثار سفر دیده نمیشد. ولا یعرفه منا احد، این در حالی بود که هیچ کسی ما نمیشناختش. آدم مدینه نبود، معلوم بود که این مسافر است، اما در وجود و در وجاهت و در سر لباسش یگان نشانه سفر دیده نمیشد. او میگوید حیران بودیم. حتی جلس الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاسند رکبتیه الى رکبتیه و وضع کفیه علی فخذیه. بسیار با ادبانه در اومد. در بعض روایات اومده است که حتی از دهن در اول اجازت خواست: یا رسول الله اجازه هست که وارد شویم؟ برای مردم عرب که این چیزا را نمیدونستن بسیار تعجب آور بود. یک شخصی بیگانه از دهن در بیاید و در مسجدی که مردم ششتیان بگه یا رسول الله اجازه هست که ما داخل شویم. وقتی که اجازت گرفت میگه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و نوع نشست که زانوهاش در زانوی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسوند. دستش با آدابانه در بالای زانوهای خود گذاشت. فقال: یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. گفت: ای محمد، ای حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، مرا از اسلام خبر ده که اسلام چی است. تو برای آن آمده که اسلام عزیز در عالم منتشر سازی. تو آمده ای که مردم به سوی دین مبین اسلام که بغیر این دین نزد پروردگار هیچ دین پذیرفته نیست دعوت کنی. پس خبر کن که اسلام چی است. در بعض روایات اومده است که حتی اول اجازت میپرسه که یا رسول الله اجازه هست که من سوال دهم؟ حضرت وقت اجازتش داد گفت که فاخبرنی عن الاسلام، از اسلام مرا خبر کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. ببینید در 5 کلمه اسلام براش فهمون. گفت: جوان عزیز، اسلام آن است که اولا گواهی دهی که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و محمد صلی الله علیه و سلم رسول او، برگزیده او، پیامبر اوست، و بر پاداری 5 نماز را و زکات مال خیش را بپردازی
و روزه ماه شریف رمضان را داری و نهایت طواف خانه خدا را انجام دهی اگر قدرت توانایی بر انجام طواف خانه خدا داشته باشی. اینا ببینید در 5 کلمه اسلام رو براش توضیح داد. اسلام همی است. حالی سوال میکنن که اصول دین، بچهای عزیز، اصول دین ما همی است. اصول دین مبین اسلام همی است. مسلمانی مثال خانه دان که بنیادش بود بر 4 ارکان. همان 4 رکن که از آن دین را ثبات است، نماز و روزه و حج و زکات است. مسلمانی لا اله الا الله محمد رسول الله یک خانه است که این خانه در بالای 4 ستون ایستاده است. همون 4 ستونه که خانه یعنی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در بالاش می ایستد، نماز است، روزه است، حج است، زکات است. او اصول دینه که در 4 کتاب می نویسن. اصول دین برادر 8 قسم است. او یک اصول هست که بین متکلمان رایج بود، به خاطر بحث او را گذاشته بودن. در اونجا واقعا بعضی چیزایی هستن که اصولی هستن مثل توحید، اما بعضی چیزایی هست که فروعیات هستن، 2م درجه و 3م درجه هستن، مثال امامت امثال اینا. پس اصول اسلامی ما، بینای مسلمانی ما همین 5 چیز است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این جوان اعرابی آشکار ساخت، بیان نمود. وقتی میگه حضرت عمر که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصول بیان کرد، این مرد گفت صدقت یا رسول الله، راست گفتی ای پیغمبر خدا. فعجبنا له یسأله و یصدقه. ما میگه حیران شدیم حضرت عمر که این مرد چی در داشته باشه. سوال میکنه و با خودش تصدیق کرده است که راست گفتی. مثل که معلم از شاگرد چیزی را سوال میکنه، وقتی که شاگرد جواب داد با میگه که درست گفتی یا خطا کردی. این مثل شخصی بود که گویا میدونسته باشه، هم سوال کرده است با هم میگه صدقت، راست گفتی. باز میگه سوال کرد، فاخبرنی عن الایمان، ای حبیبی خدا ایمانم برام بیان کن که ایمانش چی است. ما مؤمن هستیم، ما دعوای ایمانداری میکنیم، ما میگیم که مؤمنا بنده های محبوب خدا هستند. خدای تعالی در قرآن عظیم شان خاصتا به مؤمنان مراجعت میکند با لطف، با مرحمت. یا ایها الذین آمنو، ای آنانی که مؤمن هستید، ایمان به خدا و به روز آخرت دارید. پس ایمان چی است؟ میگه حضرت صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. ایمان گفت این همین 6 اصل است. ایمان اول ایمان آوردن ایتست به خدا، به الله سبحانه و تعالی. دوم به ملائکه های خدا که هر قدری که باشن به همش ایمان آوردم، خواه نامشو اومده باشه خواه نه اومده باشه. سوم ایمان آوردن به پیغمبران خدا، چقدر پیغمبری که خدای تعالی به پیامبری مبعوث کرده و برای نجات بنی بشر فرستاده است، به همش ایمان آوردم. چهارم به کتابهای خدا، هر کتابی که از جانب خداوند مرسل است به همش ایمان دارم. پنجم به روز آخرت که قیامت حق است، قیامت حق است، از نو زنده گردانیدن مردگان حق است، به همه ایمان آوردن. و نهایت ششم اصل به این که تقدیر نیکی و بدی همه از خداست. در دنیا هیچ کار به مشیت خداوند انجام نمیپذیرد. هر چی که هست، هر چی که می شود همه به مشیت خداست. بعضیش به رضای خدا، بعضیش به غضب خدا، اما همه به مشیت خدا و به علم خدا واقع می شود. علمی 6 اصل ایمان است. اگر ما شما را پرسیدن که ایمان چیست، سخنی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این جوان اعرابی بیان کرد ما و شما هم باید بیان کنیم. چرا اینا را ایمان میگن؟ زیرا اگر شخص به یکی از همه
انواع ششگانه ایمان نداشته باشد او مؤمن نیست، مسلمان نیست. 5 قبول داشته باشد یکیش نعوذ بالله انکار کند کافر مطلق است. بین او و بین ابلیس دیگه هیچ فرقی نمیمونه. وقتی این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم اظهار نمود، باز میگه همون جوان اعرابی گفت صدقت یا رسول الله، ای حبیب خدا راست گفتی. فاخبرنی عن الاحسان، گفت از ایمان با خبر شدیم، از احسان خبر مکو که احسان یعنی چی. اسلام پرسید، ایمان پرسید، سوال سیمش از احسان است. احسان یعنی چی؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. گفت احسان آن است که عبادت خدا را ذیل انجام دهی که گویا خدا را میبینی، خداوند در نزدت حاضر است. زیرا اگر چند تو قدرت دیدن خدای بزرگ نداری، زیرا این چشم ها امکان دیدن خدا را ندارند، اما خدا تو را میبینه. خدا از اعمال تو با خبر است. خدا از هر فکر افکاری که در قلب تو خطور میکند، در مینه تو میگذرد، از همه واقف و آگاه است. احسان انمی است. وقتی جواب گرفت باز میگه گفت یا رسول الله فاخبرنی عن الساعه، ای حبیبی خدا از ساعت قیامت مرا آگاه کن. از قیامت، که قیامت کی قایم می شود؟ در جواب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود مال مسئول عنها باعلم من السائل. سوال شونده از سوال کننده در این موضوع داناتر نیست. گفت منم چه تو میدونم، مقصد وقوع قیامت نه من میدونم نه تو. این علم نزد خداست، خدای بزرگ خودش میدونه. مال مسئول عنها باعلم من السائل. سوال شونده مثل سوال کننده در مسئله وقوع قیامت عاجز است که کی می شود. امروز جوانای ما باور میکنن خدا جانشون مست کنن، میگن فلان پریتسکازاتل گفته است که سال 2012 دنیا به آخر میرسه، خدا جان شما را مست کنه و همون پریتسکازاتل تونم. از پیغمبر سوال میکنن، میگه که سوال شونده مثل سوال کننده عاجز است، بیچاره نمیدونه و پریتسکازاتل ای سری دلش میدونه. همون گراسکوپ را کم گوش کنه. گراسکوپ دروغه. هر کسی به همون ایمان میاره که گپای همون راست است، نعوذ بالله در ایمان شک میروه. بسیار مسئله نازکه. حالا انشالله در موضوع عشق اومدیم، در اینجا با مفصلا صحبت بکنیم. باز سوال کردید که پیامبر با سوال قیامت جواب نمیگه. گفت یا رسول الله فاخبرنی عن امارتها. گفت از ساعتش که نمیدانی از نشانه هاش خبرم کن که نشانه های قیامت چی است، چه خیلی میفهمیم که قیامت نزدیک شده است. در جواب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان تلید الامه ربتها و ان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. گفت نشانه های نزدیکترین قیامت این است که بیچاره زن خوجین تولد میکنه. زن مادر مثل کنیز است، بالای سری خودش یک خوجین تولد میکنه. بچه در سری مادر خوجین میشه، یا تکنون هم میتش میزقونش، یک کرتاکی پپلینش میکنه، یا سال میزقونش که کجا کردی کرتا را کرده بد کو. و نشانه دومش این است که مردم پابرهنه و لچ، مردم فقیر و کمبغل، شخصایی که یک زمان چوپانی میکردن، مالی مردم پادبانی میکردن، به همدیگر در بیناهای بلند آشیانه افتخار میکنن. همه قدر خانه های بلند راست میکنن که یک تاش 4 تاش کرد، دیگریش کوشش میکنه که 5 تا کنه، یا دیگهش کوشش میکنه که 10 تا برسونش. یعنی مردم دیگه به دیانت افتخار نمیکنن، مردم به نماز تهجد افتخار نمیکنن، مردم به قیام لیل، مردم به صیام نافله نه،
به خانه های بدواهیمه به هم دیگر افتخار میکنن، به ماشین های مرسدس نمیدونم پرادو به هم دیگر افتخار میکنن. همین نشانه های نزدیکترین قیامت است. وقتی که میگه این سوالا را کرد جوابش گرفت، ثم انطلق، از جاش خس میگه. و در بعضی روایات اومده است که حتی اجازت پرسید که یا رسول الله اجازه هست که من خارج شوم از پشت کاری خودم برم؟ حضرت میگه اجازتش داد، از مسجد خارج شده رفت. بسیار با ادبانه، بسیار زیبا و خوشرو. من میگه دیگه خاموش ما تو مبهوت ایستاده بودم. حضرت عمر به همون سیاستش میگه من در تعجب موندم که ایکی به این ادب، با این شکل صورتی زیبا، با این سوال هایی که هم کوتاه هستند هم فراگیر هستند، ایکی باشه. فلبثت ملیئا، اندکی میگه در تفکر غرقه شدم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به من مراجعت کرد، گفت یا عمر اتدری من السائل؟ ای عمر، گفت فهمیدی که کی بود این سوال کننده؟ این مسافرت شناخته کی بود؟ حضرت گفت الله و رسوله اعلم. گفت یا رسول الله خدا و پیغمبر داناتر است. من شخصی را به این زیباگی، به این خوشلباسی، به این آداب حسنه و زیبا، به این سوال هایی که هم کوتاه هستند هم اینقدر فراگیر و شامل هستند ندیدم، نمیشناسمش. حضرت در جواب فرمود فانه جبرئیل علیه السلام آتاکم یعلمکم دینکم. ای گفت حضرت جبرئیل امین است، به صورت یک اعرابی آمد تا اینکه به شما دینتون تعلیم بده، شما را بفهمونه که بیهوده نشینه، گپای بیهوده نگین. هم آداب تعلیم تو داد، هم طریقه لباس پوشی را تعلیم تو داد، هم سوال تعلیم تو داد که باید چی نو باشه، هم طریقه نشستن برای تو تعلیم داد. برای آن آمده بود که برای شما دین به آموزاند، آداب به آموزاند، اخلاق حسنه را به آموزاند. این حضرت جبرئیل امین بود. حال اگر سوال کنن که آیا صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملائکه را دیدن، در جواب بگیم بله. بهترین دلیل همین دلیل است. حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است که یکی از صحیح ترین کتاب هاست، در پهلوی صحیح بخاری صحیح مسلم قرار دارد. خب اکنون به شرح توضیح میپردازیم، هر یک بابش انشاءالله جدا جدا، زیرا این شامل فراگیر تمام انواع و ارکان، هم عبادات، هم اخلاق و آداب، همه را فرا که میگیرد. انشاءالله مفصلا صحبت میکنیم در اطرافش. ببینید حضرت عمر با تعجب میگه که در آمد مرد چنان زیبا و خوشرو، شدید و بیاض ثیاب، لباسش بسیار سفید و تازه و آزاده، سر لباس بسیار زیبا و خوشرو جالب جلب کننده، موی سرش بسیار سیاه، غرض از سیاه ای که نو شست است، سر شستگی، ریش شستگی، تازه و آزاده خوشرو. اصل اسلام برادرها تازگی است، اصل اسلام نظافت است، اصل اسلام جمال است. حضرت جبرئیل در حالت اومده بود که در نیم جزیره عربستان مردم به سر لباسش اعتبار و اعتنا نمیدادند. در مملکتی که آب کم بود، در جا و سرزمینی که مردم به لباس قجد کاری هم میدویدن مسجد می اومدن. این حضرت اومد تا اینکه تعلیم بده که ای مردم، مسجد خانه خداست، شما زیارتگرای خدا هسته، شما مهمانای خدا هسته. وقتی که مهمانی میآید به خانه خدا میآید، سر لباس تازه و آزاده و خوشرو پوشید. یا حاکم دعوت میکنه بهترین لباس تو نمیپوشه. خداوند حقی بیشتر داره که در نزد خدا شخص خچ زینت بده. از این خاطر است که با ثیاب بیزله، با لباس کاری، با لباس غجد، با لباس بدبو و چرکین به عذر نماز خواندن نزد احناف، نزد معتقدا و پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مکروه است، کراهیت دارد. ببینید لباس تازه و آزاده پوشیده است، لباس سفید. در حدیث اومده است که لباسش سفید بود، گرد نداشت. واقعا در اسلام بهترین لباس، زیباترین لباس، لباس سفید محسوب می شود. در خبر آمده است امام ترمذی، ابن ماجه، امام نسائی با اسناد حسن صحیح روایت میکنند
از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود، حدیث سموره ابن جندب صحابه پیغمبر روایت کرده است، گفت البسوا ثياب البياض فانها اطهر و اطيب و کفنوا فيها موتاكم. ای مسلمانو، لباس سفید پوشه، زیرا لباس سفید طاهرتر، پاکتر است، خشروتر است. چشم اگر در لباس سفید به افتر روشن می شود. لباس سفید اگر ذره چرک داشته باشد در چشم توبه، گردنش چرک شده باشه او را دیگه پوشیده نمی شود. همون مردمی که لباس سیاه و کبوت بسیار می پوشن، ایرو همین چرکینکیشو می پوشن که یکی گردن چرک شود نه توبه. لباس سفید خاصتا در همین گرمی، جوانای عزیز، لباس سفید افتابه اترجت میکنه، عکس العمل میکنه، بدن تا افتاب نمیزنه. سفید خوب است. ببینه پیغمبر امر کرده است البسوا ثياب البياض، لباس سفید تازه و آزاده پوشه، زیرا لباس سفید اطهر است، پاک است، اطیب است. حتی میگه کفنوا فیها موتاکم، مرده هاتون در کفن سفید پیچونه. اصلا کفن هر رنگی باشه اجازت است، اما در کفن سفید پیچانده گراندن مستحب است، زیرا پیغمبر ببینه تاکید میکنه که در لباس سفید مرده را پیچونه. الحمدلله که همین سنت مستحب در مرده ها رعایت میشود. زنده ها کم میپوشن سفیده، اما مرده ها را همشه در کفن سفید پیچانده میبرن، در گور میمونن. پس بهترین لباس در اسلام لباس سفید به دست جوانای عزیز. وقتی که ممالک اسلامی میروید، در اکثر ممالک از بس که گرم است، خاصتا در تابستان، میبینی همه سر لباس سفید است، تازه، آزاده، خشرو. زیرا لباس سفید در زیر آفتاب بدن از آفتاب محافظت میکنه، خوب است. قصه ملائکه وقتی که میآید در بسیاری جاها اومده است، ملائکه با لباس سفیدند. البته روایت های سبز هم هست، نه که در اکثر جاها اومده است که لباس های ملائکه سفید است، سفید پوش هستند. تازه و آزاده باشه جوانای عزیز، لباس های خشرو پوشه. خب از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همچنین لباس سبز روایت شده است. در حدیث اومده است در سنن ابو داود از ابی رمسه رضی الله عنه میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه بردان اخضران، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم دو جامه داشت، میگه جامه های سبز در بدنش، جامه سبز پوشیده است. این سبز هم یک نشانه شریعت است. بیرق اسلام ببینه، بیرق اسلام سبز است، رنگ سبز. این همی نصیحت که گوش نکنی نمی خیلی شرمنده و خجالت زده میشه. گفتم که تلفن رو بکشه. لباس سبز از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. پس این ریش سفیدای ما که جیلکای سبز میپوشن، جامه های سبز میپوشن، خوشا به حالشو که انشالله دست به عملی مستحبه میزنن. یک چند روز شد که ای همه بازارها بسیار سوال میکنن بچه‌ها، بازار کاروان و جلجم، بازار سلطان کبیر که داملا بعضی مردم پیداش دیدن که میگن لباس سیاه و لباس سرخ و لباس زرد پوشیدن درست نیست برای مردها، همه اصل داره. انشالله همین را شرح میتیم بچه‌ها. لباس سیاه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیدن لباس سیاه به حدیث های صحیح ثابت است. از مادر ما بی عایشه امام ترمذی روایت میکند به اسناد حسن خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه مرتون من شعر اسود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه از حجره خارج شد، در بدنش یک جامه داشت. همین کلمه جامه برای ما بسیار معقوله، یا شوبه هم بگیم میشوه، پالتور هم بگیم میشوه. یک لباس زمستانه داشت، از رشته از پشم سیاه میگه تیار شده بود. مرتش از پشم سیاه، برنگ سیاه پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده استش. در سال فتح مکه، واقعه فتح مکه ده از رسول الله صلی الله علیه و سلم امام مسلم روایت میکنه که وقت داخل مکه مکرمه شد در سرش سله سیاه داشت حضرت، سله سیاه.
پس از این معلوم میگرده که لباس سیاه مستحب است پوشیدنش، خوب است. خیلی در هوای گرم اگر بیشتر سفید پوشیم، در هوای خنک باکی نداره لباس سیاه پوشیدن. بپوشه. پیامبر ما، پیشوای ما لباس سیاه پوشیده است. خب مسئله اندک جنجالی مسئله زرد سرخ است. زیرا در مسئله سرخ زرد هم روایات اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده است و هم روایات نهی اومده است. واقعا اومده است حدیثایی که نهی میرود در او. حتی یک حدیث خوردم امام طبرانی و امام حاکم و عبدالرزاق روایت میکنند این حدیث، بعضی ها مرسلا بعضی ها مرفوعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود ایاکم والحمره فانها احب زینت شیطان ان شیطان یحب الحمره. حضرت گفته است که از لباس سرخ پرهیز کنید، زیرا که سرخ زینت شیطان است. شیطان رنگ سرخ دوست می داشته است. به قواری خونه سوخته به قباد میبینه شیطان دوست می داشته است. لباس سرخ میگه زینت شیطان است. یک روایت دیگر اومده است از حضرت عبدالله ابن عمر، میگه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم در حالی که یک لباس داشتم به معصفر رنگ شدگی، معصفر رنگ سرخ میکنه لباس. حضرت وقت دید بسیار غضبش کرد، گفت این چی است که تو پوشیده ای؟ حتی در یک روایت اومده است که حضرت گفت چرا شما لباس کفار را میپوشی؟ حضرت عبدالله ابن عمر میگه که سراسیمه اومدم که تنور تفسانده استیان به خاطر نان کردن کشیدم برآوردم، میگه لباس را روی الو پرتافتم سوزاندم شو. وقتی میگه حضرت ملاقات شدم با لباس سفید، گفت چیکار کردی؟ گفتم یا رسول الله در تنور انداختم سوزاندم شون. گفت در زنت ندادی اخی؟ در زنکو ندادی بپوشه؟ برای زنکو بکی نداشت. یعنی که نهی رنگی سرخ در حدیث ها آمده است. اما در برابر این بعضی حدیث هایی است که دلالت به آن میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ پوشیده است. از جمله در صحیح مسلم از برا ابن عازب رضی الله عنه روایت شده است که میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مربوعا له شعر یبلغ شحمت اذنه و فی روایت شعره یبلغ منکبیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه چهار پهلو بود، چهار پهلو، پهلوان شکل بود، کتفای پهم داشت، موی سرش در نرمه گوشهاش میرسید. در یک روایت حتی اومده است که موی سرش در کتفاش میرسید. این روایت هم اومده است. موی زیبای خشرو داشت. رأیته فی حلت حمراء لم ار شیئا قط احسن منه. دیدمش میگه لباس سرخ در بدنش در حیاتم از او خوشروتر چیزی رو کسی را ندیده بودم. چنان زیبا، چنان آزاده، لباس حمره در بدنش. حدیث باز تاکید میکنم حدیثی صحیح است، امام مسلم روایتش کرده است. همچنین امام ابو داود روایت میکند از ابی جحیفه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم در مینا از بالای شتر خطبه میخواند، در بدنش لباس سرخ بود، یک برده بود، یک پلش سرخ. پس ببینه حدیث ها متعارض شدن ظاهرا. بعضش میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی میکرد بکشینش، شمالتیک را بکشی، از بیرون است. بعضی دیگر اندر گرم هم شود طاقت کنی بچه ها، همینو خلل میرسونن. ولی شکایت میشود که دیسک میگیریم گوش میکنیم صداشو قدر خوب نمیبروید. اگر اصل بگیریم یکی از سببای خلل رسونیش همین هم هست. الحمدلله که امروز اپارات ها خوب شدگیان، با کمک برادر متوکل جان خدا عمرش دراز کند صدا خوش میبروید، اما همین خلل میرسونه. به همون خاطر اندک صبر کنه ان شاء الله.
مردم در زیر آفتاب تابستان کار میکنند در صحرا، ما و شما در زیر سایه شیشتگیم، خیلی اندک گرم شدیم عرق کردیم، انشالله خیره. خدای تعالی در عوض هر دانه عرقی که از بدن ما خارج می شود امر بکنه یا حسنه در نامه اعمال مثبت می شود.